سلام دوستان، خوش اومدین به ویدیو. من حسینم و آدم کانال HH Game و امروز اومدیم با آموزش نصب مود ایزی ویلیجر برای ماینکرافت پی سی و توی این ویدیو با ما همراه بشید. خب دوستان، این اول یه خود مود رو بهتون نشون میدم. اینم اسکرین منه، حتما نظراتتون رو داخل بخش کامنت ها بهم بگین. و این مود چیکار میکنه؟ همیشه یکی از معضلات ما توی سری های سروایول و هاردکورمون سر کله زدن با ویلیجرها بوده. حالا این ماد اومده برامون این کار رو ساده کرده. با کلا چیزی که یک بلاک جا میگیره میتونیم یک عالمه چیز درست کنیم، یک عالمه کارهای ویلیجری که یه عالمه سخت بوده رو الان به راحتی انجام بدیم. اولین بزرگ اسمش هستش یک دستگاهی هستش که یه جور ویلیجر بریدره. ما وقتی که بچه ویلیجر رو توش میذاریم این به همین پس از مدتی بزرگ میشه و به ما یک ویلیجر کامل رو بالغ رو بهمون تحویل میده و خیلی هم راحته و دیگه گم نمیشه و زامبی هم دیگه همین ممکنه که آسیب نبینه و به زامبی ویلیجر تبدیل میشه. دومیش که خودم واقعا خیلی باهاش حال میکنم، دومی فارم آهنه و وقتی که ما یک ویلیجر رو اینجا قرار میدیم این زامبی این ویلیجر رو میترسونه و با یک انیمیشن حالا این آیرن گولم میسوزه اینجا و آهنی که به دست میاد در این بخش میاد بدون هیچ هاپری، ردستونی، دنگ و فنگ، نیم تگ و اینا. سومیش هم درمان کردن ویلیجر هستش. وقتی که ما یه زامبی ویلیجر رو اینجا قرار میدیم بهمون با همین وقتی که روش با پوشن ویکنس اگه اشتباه نکنم و گلدن اپل بهش میدیم اینجا به اون تبدیل میشه و توی ترید میتونه بهمون کمک کنه. این یکی دستگاه هم ویلیجر بریدره. وقتی که ما دو تا ویلیجر رو اینجا قرار میدیم و بهشون باید یه عالمه غذا بدیم تا همین با هم تولید مثل کنن در واقع و همونطور که میبینید همین الان یک بچه ویلیجر به دنیا آمد که ما اینطوری برش میداریم و توی اینجا قرار میدیم تا بزرگ شد. این دستگاه هم یه جور فارمه. وقتی که ما میایم میخوایم فارم پوتیتو درست کنیم، میخوایم فارم سیزن درست کنیم، خیلی خوب سخته و باید یک ویلیجر بیاد، دو تا ویلیجر باید بیاد، یکی فارمر کنی و یکی رو در واقع کاری کنی که فارمر بهش غذا بده و این خب خیلی کار سخته. اما اینجا فقط کافیه یک ویلیجر اینجا قرار بدیم و سید مورد نظر رو بکاریم. این خودش نسبت به اون زمانی که میخواد رشد میکنه و بهمون هر سیدی که بکاریم بهمون محصولشو میده. و این یکی هم تریدر هستش. تریدر خب مثلا وقتی میخوایم باهاش رشد کنیم میایم یک جای خیلی بزرگ درست میکنیم، تریدینگ هال درست میکنیم و یک ساعت اینها رو باید بریم تو و اون اینچنت یا اون چیزی که اون تریدی که میخوایم ازشون بگیریم، ولی اینجا با یک کار خیلی راحت میتونیم ازشون خرید کنیم و هر چقدر که بخوایم میتونیم ازش خرید کنیم. این تریدر ساده بود و تریدر دستی بود. این تریدر آوتو تریدر هستش. وقتی ما اینها رو اینجا میذاریم همینطوری که میبینید وقتی که از اینا کم میشه، وقتی که به 26 برسه بهمون امرالد میده. این خب همین خیلی به صرفه تره تا این و این بود از این مود. اگه بتونم براتون رسیپ های اینها رو میذارم چون که همه اینا رو میشه تو مود سروایوال هم استفاده کرد و بریم سراغ نصب مود. خب دوستان، ما به یه همچین فایلی نیاز داریم که باید مثل همیشه بریزیم توی نسخه فورج بازی و در فولدر مود. من اینجا در این لینک قرار میدم رو براتون توی دیسکریپشن ویدیو هم حتما میذارم. وقتی شما این رو در واقع توی صفحه گوگلتون هر موتور جستجوگری که دارید میزنید این صفحه براتون وا میشه و به راحتی میتونید این رو دانلود کنید. حالا
وقتی که این رو دانلود کردید، الان من دانلود کردم دیگه لازم نیست دانلود کنم. حالا باید وارد هر جور شده، وارد هر مدلی که بلدید وارد پوشه خود ماینکرافتتون بشین. من از وینوار استفاده میکنم. وقتی ویندوز دکمه ویندوز و آر رو روی کیبوردمون میگیریم یه صفحه ران وا میشه و درصد اپدیت و درصد رو توش قرار میدیم. اوکی رو میزنیم، این صفحه وا میشه. دات ماینکرافت رو وا میکنیم و مود ایزی ویلیجر رو اینجا قرار میدیم. این بود از نصب ماد. پیش نیازم نداشت، اگه میداشت حتما براتون میذاشتم که رفتم چک کردم دیدم پیش نیازی نداشت. و حتما بگین چه مدلی میخواین، حتما اگه وقت کنم براتون میذارم. و این نسخه هم که الان تا این جدیدترین نسخه اومده از این ماد هستش و الان این نسخه ماد روی 1.19.2 فورج 1.19.2 یا فورج آپتیفاین 1.19.2 اجرا میکنید و بازی میکنید. حتما هم یادتون باشه اگر میخواید مود دیگری بریزید، مثلا نمیتونید مود لجندز رو همین بریزید چون اون برای نسخه 1.17 ماینکرافت بود و این برای 1.19.2 و اینا با هم فرق دارن. و خیلی خوب، این بود از این ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و بازنشر یادتون نره. زنگوله هم فعال کنید تا اگه ویدیو گذاشتیم حتما با خبر شین. و تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.